رستم مینیخانوف پرزیدنت جمهوری تتارستان روسیه منع تحصیل فرزندان مهاجران کره در روسیه را سخت تنقید کرده آن را یک قرار احمقانه نامید. او روز 22 آگوست در یک جلسه اداره‌های معارف حکومت تتارستان گفته است اینجا کودکان گناهکار نیستند و باید در این مسئله احتیاطکارانه رفتار کرد. خبرگزاری تتر اینفورم از قبل رستم مینیخانوف نوشته است حالا در تتارستان بیشتر از 3000 فرزندان مهاجران تحصیل می‌کنند. قبلا مطبوعات تتارستان خبر داده بود که هر دهمین فرزند مهاجران امتحان حتمی از زبان روسیه را سپرده نتوانستند که عاقبتش راه نیافتند به مکتب است. شما چگونه کودک را به مکتب راه نمی‌دهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است که زبان را نمی‌داند؟ یاد می‌گیرد. همه کودکان در 2-3 ماه یاد می‌گیرند. مشکلی نیست. این چی احمقی است؟ باید احتیاط کرد. وای کودک است. گناهی ندارد. رستم مینیخانوف دستور داده است که برای بچه‌هایی که زبان روسی را نمی‌دانند دوره‌های زبان آموزی تشکیل کنند. رئیس جمهوری تتارستان همچنین گفته است که روسیه به مهاجران احتیاج دارد زیرا آنها نیروی کاری روسیه هستند. روسیه از ماه اپریل امسال قاعده‌های قبول فرزندان مهاجران به مکتب را دیگر کرد. حالا باید بچه‌های مهاجران از زبان روسی امتحان حتمی سپارند و قانونی بودن اقامت خود در روسیه را نشان بدهند. وکیلان تتارستان قبل از قبول قانون در دوم مخالفت خود را به آن بیان کرده بودند. هنگام قبول این قانون میخائیل ماتویف یکی از وکیلان مهاجر ستیز دومای دولتی از جمله چنین گفته بود: 600,000 در مرکزهای تجارتی و کوچه‌های ما دیدگی می‌کنند، گله می‌گردند، به کودکان و کلانسالان حمله می‌کنند، میدانچه‌های بازی کودکان را ترور می‌کنند. والدان تاجیک مقیم روسیه در گذشته بر رادیوی آزادی گفته بودند به قاعده‌های نو هم به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت بود. مقامات به حد سند زیاد طلب می‌کنند تا خود مهاجر دلسرد شده بچه را به مکتب ندهد.